تا حالا شده از چت جی پی تی یه جواب خیلی معمولی بگیری و با خودت بگی خب این همه سر صدا برای همین بود؟ مثلا بهش میگی یه متن تبلیغاتی برای پیجم بنویس و جوابش چیزی میشه شبیه هزار تا متن دیگه، کلی، بیروح، قابل پیش بینی و نه خیلی به درد بخور. اما جالبه که ممکنه یه نفر دیگه از همون چت جی پی تی برای همون موضوع یه جواب خیلی بهتر بگیره. نه چون نسخه جادویی تری از چت جی پی تی داره، نه چون مدل برای اون آدم باهوشتر کار میکنه، بلکه چون سوالاتش رو بهتر پرسیده. توی ویدیوی قبلیم گفتم چت جی پی تی در اصل داره متن رو ادامه میده، کلمه به کلمه، بر اساس چیزی که محتمل تره. حالا سوال اصلی اینه، اگه چت جی پی تی داره متن رو ادامه میده، چطور کاری کنیم ادامه ای که میسازه دقیقاً یه چیزی نزدیکتر باشه که ما میخوایم؟ جوابش توی یه چیزه، پرامپت بهتر. اما پرامپت بهتر یعنی چی؟ آیا باید جمله‌های عجیب بنویسیم؟ آیا باید حتما بگیم مثل این متخصص درجه یک جهانی عمل کن؟ یا واقعا ساده تر از این حرفاست؟ توی این ویدیو خیلی ساده نشونت میدم چرا بعضی پرامپت ها جوابهای معمولی میسازن و چطور با چند تغییر کوچیک میتونی از چت جی پی تی جوابهای چند برابر بهتر بگیری. بذار با این مثال ساده شروع کنیم. فرض کن وارد یه رستوران میشی و به پیشخدمت میگی یه غذای خوب بیار. احتمالاً پیشخدمت گیج میشه. غذای خوب یعنی چی؟ غذای سبک، غذای ارزون، غذای گیاهی، غذای تند، غذایی که سریع آماده میشه، غذایی که برای رژیم مناسب باشه. وقتی اطلاعات کافی نمیدی، طرف مقابل مجبور میشه خودش حدس بزنه. وقتی با چت جی پی تی کار میکنی دقیقاً همین اتفاق میفته. وقتی مینویسی یه متن خوب برای اینستاگرام بنویس، مدل نمیدونه متن برای چه چیزیه، مخاطب کیه، لحن باید رسمی باشه یا خودمونی، هدف متن فروشه یا آموزش یا جذب کامنت، متن باید کوتاه باشه یا طولانی و اصلا خوب از نظر تو یعنی چی. پس چیکار میکنه؟ شروع میکنه به حدس زدن و چون پرامپت تو مبهم بوده، جواب هم معمولا مبهم در میاد. اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. چت جی پی تی ذهن خوان نیست. قرار نیست خودش دقیقاً بفهمه توی ذهنت چی میخوای. اون فقط بر اساس اطلاعاتی که بهش دادی بهترین ادامه ممکن رو میسازه. پس اگه ورودی تو کلی باشه، خروجی هم کلی میشه. اگه ورودی تو دقیق باشه، خروجی هم شانس خیلی بیشتری داره که دقیق و مفید باشه. بیایم مثال واقعی تر بزنیم. یه پرامپت ضعیف. برای پیجم یه کپشن بنویس. این پرامپت بد نیست، ولی تقریبا هیچ اطلاعاتی نمیده. حالا چت جی پی تی باید خودش حدس بزنه پیج درباره چیه، مخاطب کیه، کپشن چه هدفی داره و لحنش باید چطور باشه. احتمالاً جوابش یه چیزی میشه شبیه این: در دنیای امروز داشتن آگاهی و یادگیری بسیار مهم است. با ما همراه باشید تا مطالب مفید بیشتری یاد بگیرید. اشتباه نیست ولی خاص هم نیست. قابل استفاده است ولی جذاب نیست. حالا همون درخواست رو بهتر می‌نویسیم. فرض کن نویسنده یه پیج آموزشی فارسی درباره هوش مصنوعی هستی. برای یک پست اینستاگرام کپشن کوتاه بنویس. مخاطب آدمای تازه‌کاری هستن که از چت جی پی تی استفاده میکنن ولی جوابهای خوبی نمیگیرن. لحن خودمونی و ساده باشه. این کپشن رو با یک سوال کنجکاوانه شروع کن، اغراق نداشته باشه و در آخر از مخاطب بخواه تجربهش رو در کامنت بنویسه. حالا مدل خیلی بهتر میفهمه باید چی بسازه. ما فقط نگفتیم کپشن بنویس، گفتیم برای چه کسی بنویس، با چه لحنی بنویس، درباره چه مشکلی بنویس، چقدر کوتاه باشه، چطور شروع بشه و در آخر چه کار باید انجام بشه. همین فرق بین یک پرامپت معمولی و یک پرامپت مفیده. پرامپت خوب دستور عجیب و جادویی نیست. پرامپت خوب یعنی کم کردن حدس‌های بی‌مورد. هرچه مدل کمتر مجبور بشه نیت تو رو حدس بزنه، احتمال اینکه جواب بهتری بهت بده بیشتر میشه. حالا سوال اصلی اینه چطور پرامپت بهتر بنویسیم؟ لازم نیست هر بار یک متن خیلی طولانی بنویسی، ولی بهتره 5 چیز رو توی ذهنت داشته باشی: نقش، هدف، زمینه، محدودیت و فرمت خروجی. بذار یکی یکی خیلی ساده بازش کنیم. اول نقش. گاهی بهتره به چت جی پی تی بگی از چه زاویه‌ای جواب بده. مثلا مثل یک معلم ساده‌گو توضیح بده، یا مثل یک ویراستار حرفه‌ای این متن رو اصلاح کن، یا مثل یک مشاور تولید محتوا بهم ایده بده. نقش دادن باعث میشه مدل بفهمه جواب باید از چه دیدگاهی ساخته بشه. دوم هدف. باید مشخص کنی از جواب چی میخوای. مثلا فقط نگو این متن رو بهتر کن. بگو این متن رو کوتاه‌تر، واضح‌تر و مناسب یک ایمیل کاری کن. یا به جای اینکه بگی درباره چت جی پی تی توضیح بده، بگو چت جی پی تی رو برای کسی توضیح بده که هیچ پیش زمینه‌ای از هوش مصنوعی نداره. هدف مسیر جواب رو مشخص میکنه. سوم زمینه.
زمینه یعنی اطلاعاتی که مدل بدون اون مجبور میشه حدس بزنه. مثلا اگه میخواید برنامه غذایی بگیری، نگفتن سن، سبک زندگی، بودجه، محدودیت غذایی یا هدف باعث میشه جواب خیلی کلی باشه. یا اگه میخوای متن تبلیغاتی بگیری، باید بگی محصول چیه، مخاطب کیه، مشکل مخاطب چیه و متن قرار کجا استفاده بشه. زمینه در واقع مواد اولیه جواب خوبه. چهارم، محدودیت. محدودیت ها خیلی مهمن، چون به مدل میگن چه کاری نکنه. مثلا جواب کوتاه باشه، از اصطلاحات رسمی و تخصصی استفاده نکن، اغراق نکن، در حد 3 پاراگراف توضیح بده یا مثال روزمره بزن. خیلی وقتا چیزی که نمیخوای به اندازه چیزی که میخوای مهمه. پنجم، فرمت خروجی. این یکی از ساده ترین راه‌ها برای بهتر کردن جواب هاست. به جای اینکه فقط بگی ایده بده، بگو 10 ایده در قالب جدول بده. ستون اول عنوان، ستون دوم توضیح کوتاه و ستون سوم دلیل جذابیت. یا بگو جواب رو به شکل اسکریپت ویدیو یوتیوب بنویس، یا اول خلاصه بده بعد مراحل اجرایی. وقتی فرمت رو مشخص میکنی، خروجی خیلی قابل استفاده تر میشه. پس فرمول ساده اینه: به چت جی پی تی بگو از چه نقشی جواب بده، برای چه هدفی جواب بده، با چه زمینه‌ای جواب بده، چه محدودیت‌هایی رو رعایت کنه و خروجی رو در چه فرمتی تحویل بده. حالا بیایم یه مثال نزدیک به همین کانال بزنیم. پرامپت ضعیف: درباره هوش مصنوعی اسکریپت بنویس. این پرامپت خیلی بازه. هوش مصنوعی یعنی چی؟ برای چه پلتفرمی؟ برای چه مخاطبی؟ چند دقیقه؟ با چه لحنی؟ آموزشی باشه یا سرگرم کننده باشه؟ مقدماتی باشه یا تخصصی؟ حالا نسخه بهتر: برای یک ویدیو یوتیوب فارسی 6 دقیقه‌ای یک اسکریپت ساده و جذاب بنویس درباره اینکه چرا چت جی پی تی گاهی جواب اشتباه میده. مخاطب آدمای عادی هستند که از چت جی پی تی استفاده میکنن ولی متخصص هوش مصنوعی نیستن. شروع ویدیو باید با یک سوال کنجکاوانه باشه، از مثالهای روزمره استفاده کن، لحن صمیمی و قابل فهم باشه، از اصطلاحات تخصصی زیاد استفاده نکن و در پایان به مخاطب بگو که برای اطلاعات مهم جواب چت جی پی تی رو بررسی کنه. این پرامپت خیلی بهتره، چون مدل دقیقاً میدونه باید چه چیزی رو بسازه. موضوع مشخصه، مخاطب مشخصه، مدت تقریبی مشخصه، لحن مشخصه، نوع مثال و ساختار شروع و پایان هم مشخصه و حتی ما محدودیت رو هم مشخص کردیم. به عنوان مثال، اصطلاحات تخصصی زیاد نباید استفاده بشه. این یعنی اینکه به جای اینکه مدل رو در یک اتاق تاریک رها کنی، چراغا رو روشن کردی و مسیر رو نشون دادی. اینجا یه سوء تفاهم مهم رو هم باید بگم. پرامپت خوب لزوما پرامپت خیلی طولانی نیست. بعضیا فکر میکنن هرچی پرامپت طولانی تر باشه جوابها بهتر میشه، اما این همیشه درست نیست. پرامپت خوب باید واضح باشه، نه شلوغ. اگه یه عالم توضیح بی ربط بدی، مدل ممکنه مسیر اصلی رو گم کنه. پس هدف این نیست که پرامپت رو تا جایی که میشه طولانی کنیم. هدف اینه که اطلاعات مهم رو بدیم و اطلاعات اضافی رو حذف کنیم. مثلا این پرامپت کوتاه خیلی خوبه: این متن رو برای یک ایمیل کاری رسمی تر کن، معنی اصلی رو تغییر نده، طول متن تقریبا همینقدر بمونه، 3 نسخه متفاوت بده، هم کوتاهه، هم دقیقه و هم خروجی مشخص میخواد. پس به جای اینکه دنبال جمله‌های جادویی باشی، دنبال وضوح باش. هر وقت از چت جی پی تی جواب بد گرفتی، فقط نگو این خوب نیست، بهش بگو چرا خوب نیست. مثلا بگو این جواب خیلی رسمی بود، خودمونی ترش کن، یا مثالهای تخصصی زیاد بودن، با مثالهای روزمره توضیح بده. یا جواب طولانی شد و در 5 خط جواب رو خلاصه کن، و یا اینکه این برای مخاطب مبتدی سخته، ساده ترش کن. پرامپت نویسی فقط سوال اول نیست. گاهی بهترین جواب بعد از 2-3 بار اصلاح به دست میاد. حالا اگه بخوای از همین امروز بهتر پرامپت بنویسی، میتونی از این قالب ساده استفاده بکنی. مثل یک نقش خاص عمل کن: میخوام هدف خاصی رو انجام بدم، زمینه رو از طریق اطلاعات مهم بهش بده، محدودیت‌هایی نظیر لحن و طول رو مشخص کن و در نهایت خروجی رو با شکل فرمت خاص ازش بخواه. مثلا مثل یک معلم ساده‌گو عمل کن: من میخوام مفهوم مدل زبانی رو بفهمم. زمینه اینه که هیچ دانش فنی از هوش مصنوعی ندارم. جواب باید ساده، کوتاه و با مثال روزمره باشه. خروجی رو در 3 بخش بده: تعریف ساده، مثال و نکته مهم. این قالب برای خیلی چیزا جواب میده: نوشتن ایمیل، خلاصه کردن متن، ایده گرفتن برای محتوا، یادگیری یه موضوع، اصلاح متن، برنامه‌ریزی و حتی گرفتن بازخورد. اما یاد باشه این قالب قرار نیست همیشه کامل و خشک استفاده بشه. فقط یک چک لیسته. هر بار لازم نیست همه بخش ها رو بنویسی.
ولی هر وقت جواب بد گرفتی نگاه کن ببین کدوم بخش رو جا انداختی. پس خلاصه کل ویدیو اینه، چت ذهنخوان نیست. اگر مبهم بپرسی مجبور میشه حدس بزنه و اگه حدس بزنه ممکنه جوابش چیزی نباشه که تو میخواستی. پرامپت خوب یعنی دادن مسیر بهتر، نقش، هدف، زمینه، محدودیت و فرمت خروجی. همین چند چیز ساده میتونه تفاوت بین یک جواب معمولی و یک جواب واقعا کاربردی باشه. اما یک نکته خیلی مهم هنوز باقی میمونه. حتی اگه بهترین پرامپت دنیا رو بنویسی، چت باز هم میتونه اشتباه کنه. گاهی با اعتماد به نفس جوابی میده که روان و قانع کننده به نظر میرسه اما واقعیت نداره. پس توی ویدیوی بعدی میریم سراغ یک موضوع خیلی مهمتر، چطور بفهمیم جواب چت قابل اعتماده یا نه و چطور اشتباهاتش رو قبل از اینکه بهش اعتماد کنیم پیدا کنیم. پس دوباره همینجا توی کانال میبینمت.